تو این ویدیو قرار قدم به جایی بذاری که ظاهرش یه خیابونه ولی زیر پوستش یه قصه خوابیده. یه قصه ای که با یه نگاه شروع میشه و با یه روز قرمز ادامه پیدا میکنه و با یه اتفاقی تموم میشه که شاید حتی نفهمی افتاد. من از میدون صابرین شروع کردم ولی وسط راه یه چیزی دیدم. یه لحظه خیلی کوتاه، یه قاب که بعد از دیدنش چند بار برگشتم، نه برای ضبط، فقط برای اینکه مطمئن شم واقعا اتفاق افتاد یا فقط یه بازی بود بین نور و خیال. اگه فقط یه ویدیو رو باید تا ته ببینی همینه. سابسکرایب کن، صدا رو زیاد کن و حواست باشه اون لحظه فقط یه بار اتفاق میفته و اگه حواست نباشه برای همیشه از دستش میدی. غروب که میشه خیابون گلسار یه جوری نفس میکشه که انگار داره دل میبره و من اون لحظه هامو گذاشتم زیر پاهام. آروم از میدون صابرین شروع کردم با یه دوربین و دلی که میخواست ثبت کنه تمام چیزی رو که فقط تو گلسار میشه دید. یه پیاده روی ساده نبود، یه قرار دلفریب با غروبی بود که بوی عطر داشت و طعم نگاه. سه تا دختر اول مسیرم افتادن توی غابم. سه تا رفیق که انگار دنیا رو جا گذاشته بودن پشت سرشون و فقط اومده بودن گلسار رو زندگی کنن. یکیشون با شومیز سرخابی با اون کلاه مشکی و موهای مشکی بلندش یه جور خاصی راه میرفت. اون یکی با شومیز صورتی روشن، موهاش طلایی، خیلی طلایی. از اون مدل نگاه ها داشت که ناخودآگاه دلت میخواد یه بار دیگه ببینیش. و سومی با اندام درشتر، با یه مانتوی سفید، با آرامشی که توی قدمهاش که انگار دنیا عجله نداره. اما اون بلند وسط، وای، همه چیز طوری چیده شده بود که انگار غاب دور اون چیده شده. تا وسط خیابون با هم بودن، بعدش رفتن، اما هنوز رد لبخندشون توی لنز مونده بود.
دوربین رو برگردوندم دست دیگه خیابون و شروع دوباره. از کنار مردم رد می شدم. از کنار خانوم هایی که زیبایی براشون یه عادت روزمره است. از کنار دخترهایی که با دوستاشون بودن. از کنار زوجهایی که انگار دنیاشون خلاصه می شد توی نگاه هم. از کنار بوتیک ها، کافه ها، گل فروشی ها. همه چیز برق می زد. نه فقط از لوکس بودن. از زندگی کردن. از خواستن. تا اینکه رسیدم به یه نقطه تازه. یه افتتاحیه، یه گالری طلا، تاج‌های گل، بادکنک‌های براق و چهره‌هایی که برای یه شات خاص ژست گرفته بودن. بلاگرها اونجا بودن، فیلمبردارها، اما یه چیز کوچیک دلمو گرفت. روی میز کلی شاخه گل رز بود که به خانوم‌ها هدیه میدادن. نه چون خرید کرده بودن، نه چون دوربین اونجا بود، فقط چون زن بودن، فقط چون زیبا بودن. باز شده میافتاد. و من با یه لبخند مسیرم رو ادامه دادم. از کنار صداها، لبخندها، نگاه‌هایی که شاید هیچ وقت دیگه نبینمشون. رد شدم از سراح گلایو. پیچیدم به بولوار گیلان. تا رسیدم به برج گلسار. همه چی جادویی بود. و جادو اگه واقعا اتفاق بیفته دیگه نمیتونی برگردی به همون قبلی. اما من برگشتم. از همون مسیر. از همون خیابون. فقط یه فرق کوچیک داشت. هوا تاریک تر شده بود و دلم روشن تر.
هو قسم حشي. آره دیگه اون
وقتی برگشتم به میدون صابرین یه حسی تو دلم بود که نمیدونم اسمش چی بود. یه آرامش عجیب. انگار گلسار به هم یه راز گفته بود و خواسته بود فقط توی دلم نگهش دارم. اینجا گلساره، جایی که غروبش بوی عطر میده، قدم زدنش مزه دل بردن میده و اگه یه شب توی این خیابون راه بری شاید دیگه هیچ غروبی رو نخوای بدونش قدم بزنی.